از سال 1385 12 سال پیش با سرمایه گذاری تقریبا صفر، ولی با انگیزه و در واقع یه هدف خیلی مشخص. ما سال 85 که شروع کردیم عملاً 3-4 سال تجربه کاری داشتیم به عنوان کارمند در شرکت‌های مختلف که یک تجربه در واقع خرید ناموفق داشتیم. اون به ما این در واقع ایده رو داد که راجع به این موضوع بیشتر فکر کنیم. هم من و هم حمید فارغ التحصیل رشته MBA بودیم. به بیزینس مدل های مختلف خیلی فکر میکردیم. با یه طرح و پلن اولیه نه چندان مفصل کارو شروع کردیم. خدا رو شکر تو سالهای اول تقریبا بهمون ثابت شد که میشه موفق شد، ولی که باید خب به هر حال مسائلش رو دونه دونه حل کرد و پیش رفت.